آهنگ جدید قیس الفت با ستاره هاشمی و رفتار جالب ستاره هاشمی با قیس الفت. ستاره هاشمی کیست و در کجا زندگی می کند؟ و افشای رازهای بزرگ ستاره هاشمی با مهراج وفا. من در این ویدیو پیرامون امین وفات خواهم پرداخت، پس در ادامه با من باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. قیس الفت هنرمند خوش صدا، ناماشنا و شاهزاده غزل افغانستان، وی در یک خانواده هنری دیده به جهان گشوده بزرگ شده کشور کانادا می باشد، ولی تحصیلات خود را در راه هنر موسیقی در کشور هندوستان ادامه داده است. قیس الفت لقب شاهزاده غزل را از طرف علاقمندان و طرفدارانش کسب کرده است. قیس با آنکه سن کمی داشت ولی توانست 2 بار من حیث داور و 1 بار من حیث یاور در برنامه‌های رقابتی ستاره افغان و ابر ستاره تلویزیون طلوع همکاری نماید. قیس آهنگ‌های دوگانه با هنرمندان خانم افغانی ثبت می‌کند و جدیداً ستاره هاشمی هنرمند تازه‌کار کشور از قیس الفت درخواست آهنگ دوگانه کرده است و قیس الفت با کمال میل سرودن آهنگ دوگانه با ستاره هاشمی را پذیرفته است. ستاره هنرمند کاملا تازه‌کار می باشد و قبل از آن که رو به هنر آوازخوانی بیاورد تیک تاک ثبت می کرد و آهنگ‌هایی را زمزمه می کرد. ستاره با سرودن آهنگ‌های دوگانه با مهراج وفا به یک بارگی به اوج شهرت رسیده است. وی در کشور کانادا زندگی می کند ولی رفت آمدهای هنری بیشماری به کشور تاجیکستان و ازبکستان داشته است. من هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی هنرمندان کشور خود دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقمندان ستاره هاشمی و مهراج وفا و قیس الفت به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای من را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما عزیزان آرزوی من است. تا درود دیگر، بدرود.